أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر این آیت قصه عزیر علیه السلام ذکر شده است. بعد از وفات سلیمان علیه السلام بنی اسرائیل گمراه شدند، تورات شریعت آنها از بینشان رفت، به سحر و جادو مشغول بودند. در بعضی روایات ذکر شده است که یکی از پادشاهایی که در همان زمانه زندگی میکرد ابوالقدرت بود، لشکری بزرگ داشت، او را بخت النصر می نامیدند. بخت النصر به فلسطین حمله کرد، از بنی اسرائیلی ها بسیاری را کشت و بسیاری را اسیر گرفت، فلسطین را ویران کرد. یعنی دیگر در دهات های فلسطین کسی زندگی نمی کرد. الله متعال عزیر علیه السلام را پیغمبری عطا کرد. عزیر علیه السلام یکی از پیغمبران بنی اسرائیل بود. بعضی از علما میگویند که از نوادگان هارون علیه السلام بود. عزیر علیه السلام به امر الله به دهات فلسطین رفت. دیگر دهات کهنه شده بود، ویرانه بود، کسی زندگی نمی کرد. در تعجب ماند چطور من به سوی دهات آمدم که ویرانه است و انتظار میکشید که چطور الله متعال این دهات را از نو زنده میکند. این سوال ها در ذهن عزیر علیه السلام بود. چطور مردم بار دیگر بر این دهات می آیند و زندگی می کنند؟ و الله متعال به عزیر علیه السلام معجزه را نشان داد. وقتی عزیر علیه السلام به دهات در آمد، از دهات گذر می کرد، به نزد یک قبرستانی آمد در آن دهات که بسیار کهنه بود. در آنجا دیگر کسی دفن نمی شد و در نزد همون قبرستان یک خانه ویرانه بود. عزیر علیه السلام با خر سفر میکرد. از خرش فرآمد، خر را در نزد خود بست و در نزد همون خانه ویرانه تکیه کرد و کمی از خوراک داشت، خوراکش را نزدش ماند و استراحت کرد. وقتی استراحت کرد خوابش برد.
بعضی علمای تاریخ میگویند که تقریبا بعد از عصر بود خوابش برد. 100 سال خواب رفت. بعد از 100 سال خیست، سحر بود. در تعجب ماند چقدر خواب رفته باشم. با خود میگفت. یکی از ملائک نزدش آمد به شکل انسان و از او پرسید چقدر خواب کردی؟ در اینجا چقدر خواب کردی؟ عزیر علیه السلام گفت 1 روز یا نیم روز خواب کردم. ملائک گفت نه، تو در اینجا 100 سال خواب کردی. ملائک گفت به خوراکت نگاه کن، هیچ تغییر نیافته است، ویران نشده است. اما به خرت نگاه کن. وقتی عزیر علیه السلام به خرش نظر کرد، از خر دیگر فقط استخوان مانده بود، استخوانی خالی. در تعجب ماند. دیروز خواب رفتم، امروز خستم، خرم استخوانی خالی است. و فهمید که عزیر علیه السلام که 100 سال خواب رفته است. یعنی با آن سوالهایی که در ذهنش بود جواب پیدا کرد. اکنون با او گفت ملائک نظر کن چطور الله متعال خرت را از نو زنده می کند. عزیر علیه السلام به خرش نگاه میکرد. در نزد عزیر علیه السلام جسد خر گوشت پر میشد در جسد خر و آهسته آهسته جسد خر پوست پر کرد و از جایش خیست. یعنی زنده شدن خر را با همه مرحله ها یعنی عزیر علیه السلام دید و گفت میدانم که الله بر هر چیزی تواناست. یعنی الله متعال بر هر کار بر هر چیزی تواناست. عزیر علیه السلام با خرش از دهات گذر میکرد. ولی دهات آن دهات نبود. در دهات مردم زندگی میکردند. در دهات مردم زندگی میکردند. دهات بنیاد شده بود و مردم تغییر یافته بودند. 100 سال گذشته بود. دیگر آن مردمی که پیش در زمانه عزیر علیه السلام زندگی میکردند آنها نبودند. یک پیرزن مانده بود که عمرش میگویند 120 سال بود و عزیر علیه السلام را میشناخت ولی نابینا بود. در بعضی روایات میگویند که عزیر علیه السلام آمد به خانه خود آمد ولی او را نشناختند و همان پیرزن زمانی در خانه عزیر علیه السلام کار میکرد. پرسید کسی هست که 100 سال زندگی کرده باشد تا حال زنده باشد؟ گفتند بله پیرزنی هست. من از پیرزن آمد. گفت عزیر را میشناسی؟ پیرزن گفت بله عزیر را میشناسم. گفت من عزیر هستم. پیرزن گفت اگر تو عزیر باشی دعایت را الله مستجاب میکند. یعنی عزیر علیه السلام دعایش را الله متعال مستجاب میکرد، اجابت میکرد. گفت دعا کن چشمانم بینا شود تا من بفهمم که تو عزیر هستی. و عزیر علیه السلام در چشمهای پیرزن 1 بار لمس کرد. با دستش چشمان پیرزن را مسح کرد. به امر الله متعال چشمای پیرزن بینا شد و دید که همان عزیر است. هیچ تغییری نیافته است. در همان عمری که رفته بود از بین در همان عمر بود. یعنی مردم دیگر میگفتند عزیر گم شده است، نیست، نه زنده بودنش نه مردنش نامعلوم است. ولی عزیر علیه السلام در همان عمری که بود در همان عمر باز برگشت. زن به دهات دوید و به همه اعلام کرد که عزیر برگشته است. مردمی زیاد برگشتند آمدند، عزیر را دیدند. بسیاری ها ایمان آوردند.
عزیر علیه السلام تورات را حفظ کرده بود و در بین مردم عزیر علیه السلام تورات را به مردم یعنی تجدید میکرد، تعلیم میداد به مردم. مردم عزیر علیه السلام را احترام میکردند. بسیاری ها از سر نو ایمان آوردند و بعضی ها گمراه شدند. عزیر علیه السلام را پسر خدا میگفتند، به جایی که بعضی ها ایمان بیارند باز شرک به الله کردند. و همین طور عزیر علیه السلام سالهای زیاد زندگی کرد، دین بنی اسرائیل را از سر نو تجدید کرد و بعد از مردنش گروه زیادی از بنی اسرائیل از یهودی ها گمراه شدند. میگفتند عزیر پسری خداست. این بود قصه عزیر علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.